سلام دوستان عزیز، اومدیم با یک کلیپ دیگه. امروز با این همین ماشین لباسشویی سر کار داریم که دستساز خودم درست کردن، آب توشه. میخوایم این جوراب رو بشوریم ببینیم چی میشه. بریم ببینیم. اینجا گوش ببینیدش که الان آب توشه، میبینی. اینم که ماشین لباسی بزرگه. این جورابه که ما میخوایم بشوریمش دیگه، بشوریمش. بریم ادامه ویدیو ببینیم. لایکم یادتون نره، حتما لایک کنید. ویدیویی که جدید ما فرستیم ببینید، خیلی ویدیوی باحالیه. میخوایم ویدیو باحالی دیگه هم بفرستیم. این ویدیو هم میفرستم برای همه، لطفا فقط دنبال کنید دوستان. حالا اومدیم به این مرحله. این جوراب ماست که اینجا اشته بودم. بله دوستان، حالا میخوایم بریم که بشوریم اینو. ببینید آب الان توشه، میبینید این آب، ببینید این کلیشه که میزنیش و روشن میشه. زد اول بکنیم توش و روشنش کنیم. داره میپیچه، ببینید. بله باسید. حالا ما این جورابا میندازیم داخل این آب. من اول میخوام با آب امتحان کنم. اگر شد دیدم اگه خوبه با ریکا امتحان، با یه چیزی که بشویدش استفاده میکنم. حالا بندازیم توش. اول باید یه موچله بکنم. یه ثانیه باسید. این حالا موچله شد. حالا اینا میندازیم داخل آب. حالا انداختیم، میبینید. حالا میریم برای روشن کردنش. ببینیم ما یک بعدی که داریم، این تو آب که میریزن دیگه نمیشه بیرون بیاری. بخاطر همین من میخوام اگه بشه یک ویدیو دیگه درست کنم. این بار دیگه میخوام سرنج بخرم که بتونم آبای ایتو جمع کنم. الانم ایتو آب باید با دستمال جمع کنم، مشکله. حالا میریم همین ویدیو ضبط میکنیم، ببینیم چی میشه. اگر خواستید یک اینجور چیزی هم بسازید، حتما به موتور دیسی، حالا هر موتوری داشته باشید. موتور دیسی من الان درست کردم با یه آلومینیومی که داشتم، همین خودی که داشتم، و این یک کلیشه، و اینجا هم باتریه که گذاشتم، دارید میبینید. بعد حالا هم داره میشورتش. دورتش زیاد بالا نیست، ولی اگه موتوری بالاتر استفاده کنید بهتر میشه. حالا میریم سر موضوع دیگه. بله، یه تنی اینا گیروش کنم بشورتش کامل. بله، حالا میگید چه اتفاقی افتیده. حالا من با میسونم و ببینید چه اتفاقی افتیده. خودم دارم نگاه میکنم، خیلی عجیب شد. ببینید الان این که این ماست و آبا رو خیلیشو جمع کرد. ببینید الان آب بینید یه ذره فقط تگش گذاشته. من میدازم توش. بله دوستان، حالا خوب شستش، ولی دوره بعدی میخوام از ریکا استفاده کنم، سرنج بخرم و آباشو جمع کنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید، ما رو دنبال کنید، خیلی ممنون میشم. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.